و مردان باید مواظب رفتار زنان و دخترانشون باشند. اجازه ندهند زنانشون با مردان بیگانه حرکت کنند، سفر کنند. اجازه ندهند به تنهایی از شهر خارج شوند با لباسهای اونچنانی و حرکتهای زننده و تحریک کننده. متاسفانه خبرهای خیلی نگران کننده، خیلی آزار دهنده و دور از انتظار میشنویم که بعضی زنها شوهرشون را رها میکنند، فرزندانشون را میگذارند، به تنهایی به بهانه خرید و چرخیدن و گردش کردن در کوچه و خیابان و در مجتمعهای تجاری تنهایی حرکت میکنند و میروند با اون جسته ها و با اون قیافه های زنندشون. این بی‌غیرتی مردان به بیشرمی زنان میرسونه. زنانی که دارای این حرکت باشند مستوجب غضب و عقوبت الهی برای جامعه هستند، ننگ خانواده هستند. و مردانی که حرکت‌های زنانشون را زیر نظر نداشته باشند، مواظب و مراقب رفتار زنانشون نباشند، این نشانه بی‌غیرتی و ضعف ایمانه. و افراد جامعه، من و شما، همه من و شما که شاهد این حرکت‌های زشت و زننده باشیم، از این حرکت‌های زشت و زننده اطلاع و آگاهی داشته باشیم و بی تفاوت باشیم، موضع گیری نداشته باشیم و حتی گاهی به صورتهای مختلف و به روشهای مختلف تشویق کننده و ترغیب کننده و حمایت کننده فسادها و بیبندوباری ها باشیم، همه اینها موجب غضب الهی می شود. بسیاری است در حدیث که زن وقتی با حالت خوشبویی با عطر و ادکلون از خانه بیرون میشه، فإن الشیطان استشرفها، شیطان در کمین اوست. مرد و زن بیگانه وقتی با هم خلوت میکنن، چه در ماشین باشه، چه در مغازه باشه، در هر جایی باشه، شیطان در کنار اونها حضور پیدا میکنه و اونها را وسوسه میکنه. مقدمه زنا همین هاست. اینها مقدمه زناست که انسان را به اون دایره خطرناک میرسونه.